سرزمین ایران کشوری است که در طول تاریخ مدعیان زیادی داشته و جنگ‌های بسیاری بر سر تصاحب و مالکیت ارضی و حکومتی این کشور را از سر خود گذرانده. حکومت‌ها و نام‌های بزرگ و کوچکی در مرزبندی و شکل‌گیری فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم نقش داشتند و هر کدام به نوعی در تاریخ و فرهنگ امروز ما و جایگاه ایران در جهان تاثیرگذار بودند. ما در این ویدیو و ویدیوهای بعدی قصد داریم تاریخ ایران رو از زمان پیدایش تا کنون با توجه به حکومت‌ها، داستان‌های تاریخی و فرهنگی و انقلاب‌های تاریخی مختلف، تاریخ اساطیری و اسطوره‌های افسانه‌ای و بررسی زندگی بزرگان این کشور و از همه مهمتر سرنوشت و تاریخ بر سرگذشته این مرز و بوم از عصر پیدایش رو به طوری که هیچ کس تا به حال موفق به انجام اون نشده انجام بدیم. نام ایران به معنای سرزمین ایرها یا آریایی‌ها شکل پارسی نوع واژه آریانام از زبان پیشا ایرانی و به معنای آریایی هاست که نخستین بار در زبان اوستایی به صورت آریانام آمده. زبان اوستایی در شمال شرق ایران بزرگ یا آنچه که امروز ترکمنستان و تاجیکستان خوانده می شود مورد استفاده بود. برای اینکه به خاطر سپردن تاریخ ایران آسان‌تر باشه و بتونید تاریخ ایران رو خیلی سریع به خاطر بسپارید، در این ویدیو خلاصه‌ای از کل تاریخ و حکومت‌ها و وقایع مهم رو برای شما به صورت ساده شده و قابل فهم شرح میدیم. پس تا پایین این ویدیو همراه ما باشید. شروع پیدایش انسان‌ها در مناطق ایران به چند دوره ابتدایی دیرینه سنگی تقسیم میشه. البته قبل از اون بقایای حضور انسان‌های اولیه و انسانسایان و پرامردم در این مناطق یافت شده که به 1 میلیون تا 2.5 میلیون سال قبل از میلاد برمیگرده. پیش از میلاد به سالهای قبل از به دنیا آمدن عیسی مسیح گفته میشه که مبدأ تاریخ میلادی از سال حدودی تولد عیسی مسیح شروع میشه که تاکنون 2022 سال از اون گذشته. همونطور که گفتیم دوران پیدایش انسان در ایران به دوران دیرینه سنگی برمیگرده که خودش شامل چند دوره مختلف میشه. اولین اون دوران پارینه سنگی و فراپارینه سنگی یعنی حدود 1 میلیون سال تا حدود 12,000 سال پیش شناخته میشه که به 3 دوره پارینه سنگی قدیم یا زیرین، پارینه سنگی میانی و پارینه سنگی جدید تقسیم میشه. در حدود 230,000 سال پیش قدیمی ترین آثار غارنشینی در ایران که در غار دربندرشی در گیلان یافت شده دیده میشه. در این دوران ابزار سنگی به طریق ابتدایی و خشن و بدون صیقل ساخته میشد. پس پارینه سنگی قدیم از حدود 3 میلیون سال تا 100,000 سال پیش گفته میشه. پارینه سنگی میانی به حدود 100,000 تا 40,000 سال پیش گفته میشه که آثار برجای مانده از غارنشینی در کوههای زاگرس در غرب ایران مشاهده شده. همچنین پیدایش جمجمه یک پسر بچه ناندرتال کشف شده در حفاری منطقه تشیکتاش ازبکستان بیانگر سکونت انسان در این مناطق در این دوره از تاریخ بوده. 40,000 سال پیش غارنشینی در ناحیه زاگرس و تا 20,000 سال پیش فرهنگ برادوستی و پارینه سنگی جدید تا حدود 10,000 سال پیش در خاور نزدیک یعنی آسیای غربی در محدوده کشورهای اردن، سوریه، لبنان، ترکیه، قبرس، عراق و فلسطین کنونی ادامه داشته. در این دوره علاوه بر سنگ از استخوان و شاخ حیوانات یا عاج هم ادوات متنوعی ساخته می شده. در حدود 9,000 سال پیش 2 قبیله اصلی هند و اروپایی به جنوب ایران کنونی کوچ کردند که بعدها قبایل ماد را تشکیل دادند. دوره دوم دوران نوسنگی که به عصر حجر متأخر یا نخستین انقلاب کشاورزی هم شناخته میشه از حدود 10,000 تا 8,000 سال پیش شناخته میشه که خودش به 2 دوره نوسنگی پیش از سفال و نوسنگی با سفال تقسیم میشه که به یک جانشینی و اهلی کردن یعنی کشاورزی و دامداری که توسط جوامعی به نام شکارچیگر آورنده شناخته میشدن انجام میده. در این دوران در برخی نواحی جنوب غرب آسیا انسان از مرحله جمع‌آوری و شکار به مرحله کشت و اهلی کردن برخی حیوانات مثل بز و گوسفند و همچنین سگ انتقال یافت. باستانشناسان آغاز این دوره رو در حدود 11,000 سال پیش در سرزمین شام دانستند. دوره بعدی دوره مسنگی یا عصر مس هست که از حدود 8,000 تا 5,300 سال پیش شناخته میشه. عبارت عصر برنز به دوره اطلاق میشه که با برآمدن شهرهای بازرگانی در حدود 3300 سال پیش از میلاد آغاز شد و تا ابتدای عصر آهن در حدود 1400 سال پیش از میلاد ادامه یافت و دوران گذار از فرهنگ‌های عصر حجر یا به عبارت دقیق‌تر دوران مسنگی به تمدن‌های عصر آهن بود. در حدود 4500 سال پیش ظرف شراب تپه حاجی فیروز نقده به عنوان نخستین وسیله شرابسازی موجود در دوران نوسنگی یافت شد.
مناطق پیرامون دشت‌های فلات ایران از میانه هزاره چهارم پیش از میلاد تا اوایل هزاره سوم پیش از میلاد شاهد پیدایش مراکز شهری بود که نتیجه توسعه بازرگانی و روابط تجاری به ویژه در زمینه فلزها در شهرهای خوزستان، فارس، شهر سوخته، فلات مرکزی و شمالی ایران و زاگرس مرکزی بودند. تا اینجا اشاره به دوران پیش از تاریخ ایران داشتیم. بعد از این دوران دوره‌های روستانشینی، اختراع خط نوشتاری، شهرنشینی و به قدرت رسیدن ایلامیان مطرح میشه. قدیمی‌ترین آثار سکونت روستانشینان اولیه در غرب زاگرس و شمال خوزستان یافت شد. قدیمی‌ترین مدارک اهلی شدن بز در مکان گنجدره در نزدیکی کرمانشاه کشف شده که در حدود 10,000 سال قدمت داره. بین 7 تا 8,000 سال پیش مراکز روستانشین در چند نقطه از ایران در منطقه تمدن جیروف در تمدن تپه سیلک نزدیک به کاشان و در اطراف مرودشت استان فارس و در فاصله کمی از شوش یافت شده. شهر شوش یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های شناخته شده این منطقه است. در طول تاریخ مهاجرت‌های انسانی و جابجایی انسان‌ها همواره به دلیل دستیابی به شرایط بهتر برای زندگی بوده. در دوران باستان این شرایط بهتر عبارت از آب فراوان‌تر و خاک حاصلخیزتر برای کشاورزی بوده. به عنوان نمونه از این گونه مهاجرت‌ها می‌توان از دو کوچ بزرگ نام برد. نخست کوچ هندیان آریایی از پیرامون کوهستان‌های هندوکش به سرزمین‌های پنجاب و پیرامون رود سند در فلات تبت و پاکستان و دیگری کوچ ایلامیان از شوش و ایلام و سومریان از عراق کنونی به سرزمین‌های باتلاقی تازه خشک شده خوزستان در ایران و میانرودان یعنی بین‌النهرین یا دجله و فرات انجام شده. از این گونه مهاجرت‌ها تمدن‌های بزرگ یا گروه‌هایی از تمدن‌های بزرگ برخاستند. ویلدوراند این آثار تمدن رو کهن‌ترین آثار تمدن بشر دانسته. در حدود 3600 سال قبل از میلاد انسان موفق به اختراع خط شد. پس از خط دوره شهرنشینی از 4000 سال قبل از میلاد در حدود شهرهای آذربایجان، کاشان، دامغان، نهاوند، کنگاور، شوش، قزوین، خوزستان، کرمان، فارس و زابل شکل گرفت. پس از اون میرسیم به حکومت ایلامیان که از 4000 تا 1000 سال پیش از میلاد حضور داشتند که بر بخش بزرگی از مناطق جنوب غربی پشته ایران فرمانروایی داشتند. به قدرت رسیدن حکومت ایلامیان و پادشاهی دودمان آوان در شمال دشت خوزستان مهمترین رویداد سیاسی ایران در هزاره سوم پیش از میلاد است. ایلامیان کشورشان را حلتمتی به معنی سرزمین خدا می‌خواندند. تمدن ایلام جنوب غربی فلات ایران رو در پایان هزاره سوم قبل از میلاد در بر می‌گرفت و در دوره هخامنشیان به منطقه جغرافیایی سوزیانا یا شوش کاهش یافت. سفالینه‌های نقاشی شده متعلق به حدود 3500 سال پیش از میلاد در شوش واقع در ایلام قدیم بیانگر دوره‌ای پیشرفته از طرح‌های هندسی، ایجاد سبک خاصی از انسان و شکل‌هایی از جانوران در آنها میباشد. دوره پیش از نخستین دوره تاریخ ایلام به نیا ایلامی معروف هست که شامل نیا ایلامی در حدود 3200 تا 2700 سال پیش از میلاد که همزمان با تشکیل پادشاه ایلامی در شوش بود. ایلام باستان حدود 2700 تا 1600 سال پیش از میلاد که همزمان با دوره اهرام مصر، بافت نخستین پارچه پنبه‌ای، سقوط بابل توسط کاسی‌ها و استفاده بطری‌های شیشه‌ای برای اولین بار در مصر بود. دوره ایلامی میانه در حدود 1500 تا 1100 سال پیش از میلاد همزمان با اولین سند ازدواج سنگنگاری شده در آناتولی، مهاجرت قبایل هندوی ایرانی از باختر و هند کنونی به سمت غرب ایران امروزی و دوره ایلام نو در حدود 1100 تا 539 سال پیش از میلاد تخمین زده شده. حکومت ایلامیان پس از چند هزار سال به علت دشمنی‌های آشوری‌ها و مادها توسط آشوربانیپال پادشاه آشور از بین رفت. در سال 705 پیش از میلاد هخامنش نیای دودمان هخامنشیان به دنیا آمد. مرسی که تا پایان همراه ما بودید. در قسمت بعدی که در بالای صفحه مشاهده می‌کنید، ادامه خلاصه تاریخ پرفراز و نشیب کشور عزیزمون ایران رو با هم به تماشا می‌نشینیم. حتما نظرتون رو در قسمت کامنت و در زیر همین ویدیو برای ما بنویسید. و اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد. بدرود.